تا حالا شده یه نفر رو ببینین طرف نه حرفی زده و نه کاری کرده ولی یه چیزی توی وجودش آزارت میده. شاید طرف همکار جدیدت بشه، شاید کسی باشه که توی مترو روبروت نشسته، یا شاید حتی یکی از دوستات. با خودت میگی که خب سرد بود، حس میکنم حسوده، نگاهش عجیب غریبه، یه چیزی که نمیتونی توضیحش بدی و با خودت هی دنبال دلیل میگردی. میگی که یه چیزی توی این طرف مشکوکه، ولی مشکل همینجاست. گاهی همون آدم برای بقیه هیچ مشکلی نداره. چرا بقیه این چیزایی که من میبینم و نمیبینن؟ یعنی خیلی سطحی دارن به قضیه نگاه میکنن، یا مشکل از منه؟ ممکنه نگاه من مشکل داشته باشه، ممکنه که مشکل خود من باشم. کارل گوستاو یونگ، روانپزشک سوئیسی، یکی از کسانی بود که سعی کرد بگه که روان انسان فراتر از صرفاً یک مسئله پزشکی و فیزیولوژیک ساده است. اون فکر میکرد روان قلمرو بسیار پیچیده تری داره. یونگ توی دوره زندگی میکرد که اندیشه کسایی مثل فروید و اندیشه و ادلر جذابیت و نفوذ زیادی پیدا کرده بودند و با الهام گرفتن از اونها و البته نقد و به چالش کشیدن بخشایی از این ایده ها به پرورش مفهومی کمک کرد که یکی از جذابترین مفهوم‌ها توی دنیای روانشناسیه، چیزی به اسم سایه. اما سایه چیه؟ یا شاید بهتر باشه سوال رو طور دیگه ای مطرح کنیم. تو واقعا همون کسی هستی که فکر میکنی؟ همون آدم صبور، منطقی که آروم صحبت میکنه، که به دیگران آسیب نمیزنه، که حسودی نمیکنه، اونی که وقتی میتونه کمک کنه کمک میکنه؟ یا ممکنه ما 1000 دور خودمون کشیده باشیم و اون چیزهایی که با این تصویری که از خودمون ساختیم جور در نمیان رو انداختیم اون طرف دیوار. میگیم اون که من نیستم. اون رفتارای هیجانی که بعداً میگیم این چه غلطی بود کردم. اون لحظه‌ای که یکی کمتر از چیزی که باید حساب کرد و چیزی نگفتیم، با اینکه شاید به پولش هم نیاز نداشتیم. اون لحظه‌ای که حواسمون هست که یه چیزی داره میافته و چیزی نگفتیم و ته دلمون گفتیم که حقشه پدر سوخته، مثل سرش بیاد. اون لحظه‌ای که از روی سادت موفقیت یه نفر رو کوچیک کردیم، گفتیم آره این چیزی نیست که همش پول پدرشه، خودش کاری نکرده که، هیچ کدوم آشنا نیست. یونگ برای این بخش پنهان از شخصیت یک اسم انتخاب کرد: سایه. منظور از سایه بخش تاریک و شیطانی نیست که باید از بین بره. اصلا اینطوری نیست. سایه بیشتر اون بخشی از وجود ماست که به دلیل مختلف یاد گرفتیم که اونها رو نبینیم. ببینین، یک ایده اینه: از همون سالهای اول زندگی ما کم کم یاد میگیریم که کدوم بخشا از خودمون پذیرفتنی هستن و کدوم بخشا نه. مثلا بچه‌ای که عصبانی میشه و بارها میشنوه که بچه خوب که عصبانی نمیشه، یعنی باید یاد بگیری که خشمش رو پنهان کنه. بچه‌ای که برای جاه طلبی و موفقیت تشویق نمیشه، شاید باید یاد بگیره این بخشا از خودش رو انکار کنه. یا بچه‌ای که یاد گرفته باید همیشه بقیه رو راضی نگه داره، ممکنه بخشایی از وجودش که میخوان نبگن رو سالها پنهان کنه. جامعه، خانواده و تجربه‌های ما به ما نشون میدن که چه بخشایی از خودمون رو باید نشون بدیم و چه بخشایی رو باید پنهان کنیم. اما اون بخشایی که پنهان شده از بین نمیرن، جایی در روان منتظر میمونن. با این حرفایی که زدیم، سایه فقط همون قسمت‌های تاریک و ناخوشایند شخصیت ماست؟ یونگ معتقد بود که جواب این سوال منفیه. سایه فقط جایی نیست که خشم، حسادت یا ترس‌های ما پنهان شده. گاهی بخشی از ماست که هیچ وقت فرصت نکردیم بشناسیم و میتونن مثبت هم باشن. در واقع ما مجبوریم برای پذیرفته شدن در جامعه و توسط خانواده یک تصویری از خودمون بسازیم، یک نقاب به چهره بزنیم.
این نقابی رو که انسان برای ارتباط با جهان بیرون به چهره میزنه بهش میگیم پرسونا. اگه جایی شنیدین. لزوما هم ما یک پرسونا نداریم. ممکنه برای افراد مختلف، برای جاهای مختلف ما پرسوناهای مختلفی رو داشته باشیم. پرسونا لزوما چیز بدی نیست. همه میدونیم که برای بودن توی بعضی جمع باید یک سری چیزها رو نشون بدیم، یک سری ها رو نه. یعنی ممکنه همون آدمی که بیرون یه آدم خیلی سرد و سفت و سختی به نظر میاد توی خونه یه آدم شوخ و صمیمی باشه، یا برعکسش، چیزی که اکثرا هست. مشکل از جایی شروع میشه که این نقاب اونقدر به ما نزدیک بشه که یادمون بره پشت اون چه کسی هستیم. اونقدر نقش بازی کنیم که توی کاراکتر ساختگی حل بشیم. مثلا یک آدمی رو تصور کنین که تمام عمر رو تلاش کرده آدم خوبی باشه، همه روش حساب کنن، اون کسی باشه که مشکل دیگران رو حل میکنه. شاید این آدم جایی درون خودش ترس، خستگی یا نیاز به کمک رو پنهون کرده باشه. یا کسی که تمام هویتش رو با خوب بودن ساخته میگه من هیچ وقت عصبانی نمیشم، هیچ وقت اشتباه نمی کنم، توی کارم خیلی خفنم، خانواده‌ام خیلی خوبه، داداشم خیلی موفقه و از این چیزایی که زیاد میشنویم. اما هیچ وقت نمیخواد اعتراف کنه که گاهی حسادت میکنه، ناراحت میشه یا دلش میخواد که دیده بشه. انسان بودن یعنی داشتن تمام این تجربه ها. یونگ معتقد بود هر چقدر هم که تلاش کنیم بخشی از خودمون رو بیشتر انکار کنیم، احتمال اون که اون بخش ها به یک شکل دیگه خودشون رو نشون بدن بیشتره و نه اینکه لزوما به شکل آشکار باشه. مثلا توی خوابهای طرف ممکنه این رو ببینه، توی فرافکنی هایی که روی دیگران انجام میدیم و بعداً بیشتر بهش میپردازیم و گاهن توی واکنش هایی که خیلی شدیدتر از چیزی هستند که باید باشن، یا توی رفتارهای هیجانی که بروز میدیم. شاید به همین دلیله که بعضی آدم ها ما رو بیش از حد عصبانی میکنن. نه به خاطر اینکه حتما کار بزرگی کردن، شاید چون که چیزی رو لمس کردن که سالهاست ازش فرار میکنیم. حالا اینجاست که ماجرا جالب تر میشه. یکی از مهمترین جایی که سایه خودش رو نشون میده چیزیه که یونگ اسم اون رو فرافکنی میذاره. یعنی گاهن بخشی از خودمون رو که نمیخوایم ببینیم توی دیگران میبینیم. حالا این یعنی چی؟ بیاین یه آدمی رو فرض کنیم که مثلا خودش رو همیشه آدم صادق و درستکار میدونه و همش میگه که از دورویی و منفعت طلبی مردم بیزاره. اونقدر بیزاره که گاهن باعث بروز خشمش میشه. حالا شاید واقعا طرف اشتباه کرده ها، اون به جای خودش توی نقدهایی که به بحث سایه بعدم وارد میکنیم در موردش صحبت میکنیم، اما شدت واکنش اونقدر شدیده که فکر میکنی چرا این طرف اینقدر به هم ریخته؟ مگه چرا باید سر یه همچین چیزی اینقدر طرف ناراحت بشه، اینقدر خشمگین بشه؟ برای اینکه بحث فرافکنی رو یه کمی بیشتر متوجه بشیم بیایید به یک مثال دیگه گوش کنید. یه راننده تاکسی رو در نظر بگیریم. چند روز پیش من سوار تاکسی شده بودم و طرف هی غر میزد، هی در مورد اینکه مردم بد رانندگی میکردن، در مورد اینکه چرا قرمز رو رد میکنن، در مورد اینکه بد پارک میکنن صحبت میکرد. اما بعداً به رفتار خودش که نگاه کردم دیدم عین همین کارا رو داره انجام میده، ولی بعید میدونم که متوجه این رفتارش بود. یا خیلی من دیدم که میگه طرف خیلی حسوده، ولی رفتارش رو که بررسی میکنی ریز میشی روی رفتارش، میبینی که خیلی از رفتارهایی که داره انجام میده از روی حسادته. ما نمیخوایم اون راننده بده باشیم، نمیخوایم اون کسی باشیم که حسودی میکنه، نمیخوایم اون کسی باشیم که رفتار زشتی انجام میده، اون آدم بدی داستانه، اون رانندگی بد داستانه. برای همین هم هستش که وقتی یک رفتاری در مورد بقیه خیلی شما رو اذیت میکنه، خیلی شما رو بیشتر از چیزی که باید شاید اذیت میکنه و عصبانیتون میکنه، باید بیایید توجه بکنیم بهش، ببینید که عین همین رفتار رو شما هم دارید یا نه. اینجوری هم نیست که از این حسا نشه استفاده کرد، در ادامه در موردش صحبت میکنیم. ولی خیلی وقتا وقتی میبینید یک نفر از یک رفتاری خیلی زیاد ناراحت میشه، باید به این موضوع توجه بکنید، ببینید که عین همون رفتار رو در خودش هم داره یا نه. این نکته خیلی ریزیه که باید بهش توجه بکنیم.
در واقع مفهوم فرافکنی یه همچین چیزیه. اینکه ما نمیخوایم آدم بدی داستان باشیم، نمیخوایم رانندی بد باشیم. برای همین این رفتارهای زشت رو ممکنه که در مورد بقیه ببینیم، ولی باید حواسمون باشه که این همه‌گیر نیست و هر رفتار زشتی که در مورد بقیه دیدیم اینجوری نیستش که حتما توی خودمونم وجود داشته باشه و خیلی زود بیایم جمع ببندیم همه چی رو. نه، واقعا اینطوری نیست و نیاز داره که بیشتر در مورد این رفتارها فکر بکنیم. بیایید ببینیم دیدگاه روانشناسی مدرن در مورد فرافکنی به اون معنی که یونگ گفته چیه. ایده کلی فرافکنی اینه: انسان گاهی احساسات، افکار یا ویژگی هایی رو که پذیرشش براش مشکله به دیگران نسبت میده. این توی بیشتر رویکردهای روانشناسی پذیرفته شده است. ما میدونیم که انسان همیشه واقعیت رو به شکل بی‌طرف تجربه نمیکنه. این چیزیه که شاید هویت اصلی کتابی مثل تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن را توصیف کنه، Thinking Fast and Slow، که خیلی در مورد سوگیری هایی که مغز میتونه داشته باشه، تصمیم گیری ها و اینها صحبت میکنه. اما قضیه‌ای که در مورد سایه هست واقعا دقیقاً اون چیزی نیست که کانمن در موردش صحبت میکنه. یکی از نقدهایی که به بحث سایه وارده اینه که گاهی تشخیص این که یک واکنش واقعا ناشی از فرافکنی بوده یا پاسخ طبیعی به یک مشکل واقعی خیلی سخته. مثلا اگه شما از رفتار یا آدم مغرور و متکبر ناراحت بشین به خاطر سایه خودتونه، یعنی هر طرفی که مثلا یه رفتار احمقانه نشون داده شما ناراحت شدین، این به خاطر اینه که همین ویژگی توی خودتون هست. حرف اینه که باید این رو در نظر گرفت که با یه مفهوم نمیشه همه چی رو توضیح داد. یک نقد دیگه‌ای که به بسیاری از مفاهیم یونگ وارده اینه که به شکل سنتی و نمادین مطرح شدن و قابل اندازه‌گیری نیستن. نمیشه خیلی راحت براشون آزمایش علمی طراحی کرد، مثل چیزهایی مثل حافظه و چیزهایی مثل اضطراب. به همین دلیل هم هست که بیشتر روانشناسان معاصر ترجیح میدن درباره مفاهیمی صحبت کنند مثل سوگیری شناختی، ترواره ها، مکانیسم های دفاعی یا تنظیم هیجانات. البته به اون صورت واقعا ردش هم نکردن، به جز یک طرفی به اسم ملودینو که حالا در قسمت های بعد ممکنه در موردش صحبت بکنیم، که گفته کلن این طرف اشتباه میکرده، یونگ اشتباه میکرده، ولی اکثرا حتی روانشناسان معاصر همون رو کامل رد نکردن. من توی کتابای کسایی مثل جردن پیترسون دیدم که در این مورد صحبت شده و فکر میکنم حداقل غیر مستقیم خیلی به سایه اشاره شده باشه. اما ارزش سایه شاید به این نباشه که یک فرمول جامع و علمی دقیق برای همه رفتارهای انسان ارائه بده. شاید ارزش سایه در این باشه که این مدل سوالها رو از خودمون بپرسیم که آیا همه چیزهایی که در مورد خودمون باور داریم واقعا درسته، یا همون چیزی هستیم که واقعا فکر میکنیم. و همین کندوکاو واقعا به بسیاری از آدم ها میتونه کمک کنه و برای همینه که این اپیزود و این مجموعی از اپیزودها ساخته شدن. سلام، من پیمان میرانی هستم و اینجا تپکسته. برای فهمیدن سایه باید چند تیکه پازل رو بهتر بشناسیم و بعد کنار هم قرار بدیم. بیایید یه شهر رو تصور کنیم.
یه شهر بزرگ با منطقه‌های مختلف، محله‌های مرفه، قدیمی، خیابون‌های شلوغ و کوچه‌هایی که کمتر کسی بهشون سر میزنه. دارم مقاومت میکنم اسمشون نذارم گاتهام. فرض کنین شما توی یکی از بهترین منطقه‌های شهر زندگی میکنین. از بچگی همونجا بزرگ شدین. کوچه ها رو میشناسین، آدم ها رو، اینکه از کدوم خیابونا برید، کجا امنه و کجا بهتر نرین. ممکنه سالها اونجا زندگی کنین و کم کم احساس کنین که شهر همینه، چون تمام تجربه مستقیم شما از شهر همین بوده. این منطقه روشن با آشنا شبیه به بخش خودآگاه روان ماست. چیزهایی که در مورد خودمون میدونیم، اسم و سن و شغل و مهارت‌ها و خاطراتمون همه توی این منطقه جای گرفته. توی مرکز این منطقه جایی وجود داره به اسم ایگو. ایگو رو در واقع بخوایم تعریف کنیم میگیم که هر چیزی که با من شروع بشه، اون من بودن شما ایگوه. من اسمم اینه، من این کارها رو بلدم، من این ضعف‌ها رو دارم. همین اینها، این میشه بخش ایگوی ما. اما یه نکته مهم وجود داره. همونطور که خانه‌ای که توی اون زندگی میکنیم کل شهر رو تشکیل نمیده، ایگو هم کل روان رو تشکیل نمیده. و روان ما خیلی گسترده تر از اونیه که فقط اون بخش خودآگاه رو داشته باشه، اون ایگوی شما رو داشته باشه. گرفتین چی میگم؟ کلی منطقه های دیگه توی شهر وجود داره، اون شهری که کلیت روان شما رو تشکیل میده. بخش هایی از این شهر رو که کمتر میشناسین اسمشو میذاریم ناخودآگاه. ناخودآگاه یعنی بخش‌هایی از روان که در لحظه به آنها دسترسی یا مستقیم نداریم، اما همچنان وجود دارن و میتونن روی احساسات، تصمیمات و رفتارهای ما اثر بذارن. مثل همون منطقه ناشناخته شهر. شاید اونجا زندگی نکنین، ولی اگه اتفاق بزرگی بیفته نمیتونیم بگین که به من ربطی نداره. اگه یه جایی شورش اتفاق بیفته بگن که به ما رسیدگی نمیکنین، یا جاده رو ببندن بیان جاهای مختلف رو خراب کنن، نمیتونیم بگین که زندگی من هیچ تأثیری نمیگیره از کارهایی که اونا میکنن. روان انسان هم همینه. بخشایی از وجود ما ممکنه که خارج از توجه مستقیم ما باشن، اما هنوزم توی زندگی ما حضور دارن. بعضی از این محله ها خیلی قدیمی هن. مسیرهایی که خیلی قبلتر از ما ساخته شدن، الگوهایی که در طول تاریخ تکامل انسان شکل گرفتن، مثل ترس از خطر، جستجوی امنیت و این چیزها. بین این منطقه های ناشناخته یکی از اونها اهمیت بیشتری داره. منطقه‌ای که یونگ بهش میگه سایه. سایه را میتونیم یک محله تاریک و خاموش تصور کنیم. یک محله فقیرنشین که بهشون رسیدگی نمیشه و در عوض انگیزه زیادی برای تغییر دادن اوضاع دارن. زندگی توی این محله هم در جریان و هرچی بیشتر ببینن که بهشون بی‌توجهی شده، انگیزه بیشتری هم برای خرابکاری دارن. اگه جاده‌ای که براتون غذا میارن رو از بین ببرن، هنوز هم براتون اهمیتی نداره؟ اگه آب قطع شد چی؟ اگه زور و زورگیری بیشتر شد چی؟ متوجه منظورم میشی؟ سایه بخشی از روان ماست که ایگو آگاه ما اون رو به رسمیت نمیشناسه یا کمتر میشناسه. مثلا ممکنه کسی که خودش رو همیشه آدم آروم و منطقی و مهربونی بدونه و این تصویر کاملا واقعی باشه، یک گوشه‌ای از وجودش خشم‌هایی هم وجود داشته باشه که هیچ وقت نتونسته اونها رو ببینه. یا کسی که همیشه خودش رو یه آدم فداکاری میدونه ممکنه نیازهای شخصی خودش رو نادیده گرفته باشه. البته سایه فقط توی چیزهای تاریک منفی نیست. یا یه بخشایی از خلاقیت، احساسات یا ظرفیت‌های ما هم هستن که هیچ وقت فرصت دیده شدن پیدا نکردن، چون بهشون بی‌توجه بودیم. مشکل از زمانی شروع میشه که فاصله ما با این بخش، با این سایه ها زیاد میشه. وقتی فکر میکنیم همین شهر فقط محله خودمونه و به باقی محله ها خدمات نمیدیم. اینجاست که مشکل شروع میشه. یونگ معتقد بود بسیاری از مشکلات روانی میتونن نتیجه رشد یک جانبه شخصیت بشن. یعنی زمانی که یک بخشی از ما بیش از حد رشد میکنه و بخش دیگه فرصت حضور پیدا نمیکنه. گاهی رشد واقعی از جایی شروع میشه که حاضر بشیم وارد بخش‌هایی از روانمون بشیم که سالها چراغش خاموش بوده. نه برای اینکه اونجا رو نابود کنیم، برای اینکه بفهمیم چه چیزی اونجا جریان داره. این بخش‌هایی که کنار گذاشته شدن هم بخش‌هایی از شهر هستن و گاهی توی لحظات خاص خودشون رو نشون میدن.
گاهی توی واکنش شدید، گاهی توی رابطه و گاهی توی رویا و گاهی هم توی یک احساسی که خودمونم دلیلش رو نمیدونیم. باید بدونیم که سایه فقط یه تردید نیست، گاهی منبع انرژیه. خشم میتونه تبدیل به قدرت دفاع از خود بشه. حساسیت میتونه تبدیل به همدلی بشه. میل به دیده شدن میتونه تبدیل به خلاقیت و تلاش بشه. و حسادت میتونه تبدیل به تلاش برای بهتر کردن اوضاع بشه. اما اگه این بخش ها کاملا انکار بشن، ممکنه به شکل‌های ناسالم تری ظاهر بشن. سایه خطرناک نیست، ناآگاهی نسبت به اونه که خطرناکه. چون اگه بشناسیمش میتونیم اون رو مدیریت کنیم. قبل از اینکه در مورد راه‌های شناخت سایه صحبت کنیم، بهتره چند تا چیز رو با هم مشخص کنیم. دیدگاه یونگ واقعا یک دیدگاهه. گفتیم که نمیشه واقعا ردش کرد. خود یونگ توی یکی از سخنرانیاش میگه که تقریبا هیچ روش و نظریه‌ای در روانشناسی وجود نداره که حداقل در یک جا اشتباه نباشه. با یه فرمول نمیشه همه چی رو حساب کرد. همونطور که توی روانشناسی مدرن رویکردهای مختلفی داریم، چیزهایی که یونگ میگه هم باید به عنوان یک ایده پذیرفت. ایده هایی که به بسیاری کمک کردن. پس ما ابدا نمیخوایم بگیم که هرچی یونگ گفت دیگه تمامه، هرچی فروید گفت دیگه همونه. اینا رو در نظر داشته باشین. اما اگه سایه وجود داره، یک سوال مهم باقی میمونه. چطور اون رو ببینیم؟ چون مشکل اصلی سایه دقیقا همینه دیگه. اینه که ما نمیبینیم اون رو. یونگ معتقد بود روان راه‌های مختلفی برای صحبت کردن داره. گاهی از طریق الگوهایی که مدام توی زندگی ما تکرار میشن، گاهی از طریق خوابها که تأکید خیلی زیادی روی خوابها داشته. کلی کتاب و نوشته در موردش داره. مثلا کتاب سیاه یونگ که اصلا و ابدا توصیه نمی‌کنم کسی سمتش بره و برای شاید حدود 100% مردم وقت تلف کردنه، مگر اینکه مثلا علاقه به اسطوره شناسی و اینها داشته باشین، چون بسیار کتاب ثقیل و سختیه. ولی خب نوشته های روانتر و بهتر هم داره. یک سری تکنیک ها رو معرفی کرده یونگ و یک سری هم خب بعد از خودش تکامل پیدا کردن و بعضی از اونها نیاز دارن که همراه با یک شخص دیگه انجامش بدین. اما این که آیا هر خواب یک پیام پنهانی داره، اینکه هر حس ناخوشایندی صدای سایه است، یا اینکه باید تمام تاریکی های درون رو بشناسیم یا نه، موضوع دیگه‌ایه. و اینکه چطور یاد بگیریم چطور با بخشی از روانمون که سال هاست نادیده گرفتیم رابطه برقرار کنیم، شاید سخت ترین قسمت این ماجرا باشه. چون خیلی وقتها فهمیدن در مورد سایه ها و ضعف هامون یعنی پذیرش این که شکست خوردیم بعضی جا و برای فرار از اون هر کاری ممکنه بکنیم جز روبرو شدن با واقعیت. همه اینها و شاید کمی بیشتر توی قسمت‌های بعدی از این مجموعه. تپکست رو دنبال کنید در هر پلتفرمی که میتونین. نظراتتون رو بگین یا مستقیما میتونید توی اینستاگرام به خود من توی پیج تپکست پیام بدین تا با هم دیگه صحبت بکنیم. به وبسایت ما هم میتونین سر بزنید. مراقب خودتون باشید.